به 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 به. سلام علیکم. مخلص همه شمایی، اونم به صورت دربست. قلب ما مثل جاده میمونه که روزی 1 میلیون ماشین از روش رد میشه. مونتا اونایی که ترمز میکنن رد لاستیکشون رو این جاده میمونه. دم شما گرم که با اون نیش ترمزاتون همیشه رو قلب ما رد میندازید. آرزم به حضور شما که این رخش ما خیلی محاسن داره. پیستوناش که 9 ساعت کار میکنه. گیربکسش 30 سال آخ نگفته. پلاتینش که آینه است. لنتاش حرف نره. اما حسن اصلی این تاکسی اینه که به آخوند جماعت سواری نمیده. یعنی غلام شما حواسش جمعه. نونمون رو اینجوری حلال میکنیم ما. تاکسی دربست. و پا قدم شما خود مسافر پیدا شد. بذار ببینیم دشت اول ما چیه. بفرما بالا داشت، بفرما بالا. سلام علیکم. سلام نکرده عزیزی. کجا برم؟ خیابون پاستور. بابا جا قطعی بود. اسم این لامصب خیابون پاستور میاد من زیگیل میزنم. ای بابا چرا؟ به خاطر بیتون عظمای الدنگ دیگه. آقا صلوات بفرست، خون تو کثیف نکن. راست میگی. عرض شود که پیش پای شما داشتم به رفقا میگفتم حسن این تاکسی ما اینه که رنگ آخوند خودش ندیده. همچی که یه آخوند ببینم سریع معکوس میکشم، اوقاتش رو سپری میکنم. یعنی با سپر میزنم کج و کولش میکنم. البته این روزا این آخوندها لامصبا دست آفتاب پرست و از پشت بستن لاکردارا زدن تو خط تغییر قیافه. اما کور خوندن. حاجی دست همشونو خونده. با پروتکل‌های تاکسی درایوری همشونو راستی آزمایی میکنم. اول اینو پلی میکنم. رو در و دیوار بنویس مرگ بر سیدعلی، روزی 1000 بار بنویس مرگ بر سیدعلی. میگن همه پیر آقا چیزه چی شد؟ به چیز افتادی؟ نکنه تو هم از آفتاب پرستایی ها؟ نه صداش اذیتم میکنه. مشکوک میزنی ها؟ آخوند نباشی؟ آخوند؟ نه خدا نکنه. ایول پس یه مرگ بر سیدعلی بیا عمو ببینه. مرگ بر چی؟ چی شد؟ دچار تکرر ادراک شدی؟ ما جای کارت شناسایی از مسافرامون یه مرگ بر سیدعلی میگیریم. راستی آزمایی ما این شکلیه. صبر کن ببینم. حالا مرگ بر سیدعلی هستی یا نه؟ بله هستی، یعنی هستم. مرگ بر سیدعلی. ریپ میزنی ها. صبر کن ببینم این چیه؟ یه چیزی هم گوش هستی. آرزم به حضور شما که این ساک همومه. ببینم چیه این گوشش زده بیرون. واکن ببینم. آقا شخصیه، نمیشه بازش کرد که. ای بابا 2 تا شامپو یه دونه روشور که این حرفا رو نداره. شخصیه چه صبر کن ببینم چیه این. بیا چشمم روشن. مار مولک تو میخوای ما رو سیاه کنی؟ ما خودمون زغال فروشیم. بریم ما رو رد تاکسی ما. هره طرف یه جوری رنگم از کرده بود که کم مونده آفتاب پرستا به خاطر نقض قانون کپی رایت ازش شکایت کنن. البته با این شرشوری که تو بسیجی‌ها و آخوندا را افتاده، تو دنیا فقط یه نفره که به خاطر عضو نفس میکشه، اونم دماغ خودشه. دوستان خیلی خوش گذشت. اما میدونید فرق شما با روز چیه؟ روز 30 تاش باید جمع شه تا ماه بشه، ولی شما همینجوری ماهید. عزت زیاده. در و دیوار بنویس مرگ بر سیدعلی.